امروز میخوام بهتون 3 روش خیلی راحت و آسون یاد بدم که بتونید بدون دست زدن به دکمه پاور گوشیتون رو قفل کنید. روش اول، وقتی گوشی موبایلتون روشنه فقط کافیه از بالا به پایین روی صفحه گوشیتون بکشید تا منوی کشویی باز بشه و حالا روی دکمه صفحه قفل بزنید تا صفحه گوشیتون قفل بشه. روش دوم، توی این روش فقط کافیه شما ابزار دسترسی پذیری رو فعال کنید. برای فعال سازی و فعال کردن این ابزار میتونید برید به بخش تنظیمات، بعد برید تو بخش تنظیمات بیشتر و قسمت دسترسی پذیری. حالا میتونید روی این منو کلیک کنید و وقتی منو باز شد از این قسمت دکمه قفل رو بزنید. روش سوم، تو قسمت خالی از صفحه گوشیتون دستتون رو نگه دارید و برید به بخش ابزارک ها و از بین ابزارها ابزار قفل رو انتخاب کنید. از این به بعد میتونید با کلیک کردن روی این ابزار صفحه گوشیتون رو قفل کنید. خب دوستان، این آموزش هم به پایان رسید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید و سودمند باشه. لطفا اگر عضو کانال ما نیستید عضو کانال ما بشید و اگر عضو کانال ما هستید لطفا لایک و کامنت یادتون نره. ممنون. خدا نگهدار.